رفقا سلام، احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به دبیرستان. امروز باز میخوام جواب یه سوال مهم رو بدم. از چه تعداد فالوور به بعد پیجم به درآمد میرسه؟ یا اینکه چند وقت کار کنم؟ 1 ماه، 2 ماه، چند وقت که پیجم رو به درآمد برسونم؟ اول از همه بذارید خاطره به درآمد رسیدن پیج خودم رو بگم. من اوایل که کار میکردم اونقدری فالوورام رشد نمیکرد. هر چقدر میومدم دوره آموزشی نگاه میکردم، تبلیغات میکردم، اونقدری فالوورا خوب نبود و همیشه با خودم میگفتم اگر تو اولین مشتری رو پیدا کنی، یعنی یک سری دلایلی داری که یک نفر بهت اعتماد کرده، میتونی تاثیر بذاری رو بقیه، با همون دلایل به بقیه هم بفروشی. همین اتفاقم افتاد. یادمه که 3000 تا فالوور داشتم، 1,500,000 درآمدم بود. الان شاید با خودتون بگین 500 که اصلا رقمی نیست، ولی اون موقع خیلی خوب بود. اون موقع خیلی خوشحال بودم چون که حقوق قانونکار 1 تومن، 1,200 اینا بود. من 1,500 در می‌آوردم با 3000 تا فالوور. بر خودم حساب کتاب می‌کردم، گفتم 3000 تا فالوور داری، 1,500 بشه 30,000 تا فالوور، 15 میلیون. اصلا غیر قابل تصور بود برام. البته هیچ وقت خطی پیش نرفت، ولی خب خوب بود. خاطره خوبی بود برای من. اما این اتفاق برای شما چجوریه؟ شما میدونید که توی اینستاگرام با یوتیوب زمین تا آسمون فرق می‌کنه. یوتیوب میگه تو 1000 تا سابسکرایب داشته باشی، یه تعداد واچ تایم، تو رو میتونی کانالت رو مانیتایز کنی، ولی اینستاگرام اینطور نیست. تو با انسان‌ها در ارتباط هستی. اگر انسان‌ها به تو اعتماد کنن، درآمدت میره بالا. اگر نه، درآمدت پایینه. اگر از تو خوششون بیاد، درآمدت میره بالا. حالا بستگی داره به اینکه تو چه کاری انجام میدی، منبع درآمد تو چیه. من تو یک ویدیو راه‌های درآمدزایی از اینستاگرام رو کامل توضیح دادم، لینکش رو میذارم اینجا، برید ببینید. چه راههایی وجود داره؟ به صورت خلاصه بخوام بگم، یا تو یه محصولی رو میفروشی، یه محصول فیزیکی، مثلا لباسی، کفشی، کتونی، هر چیزی، یا اصلا محصول دستساز، این کارا ندارم به اون، یا محصول میفروشی، یا خدمات میفروشی، مثلا مشاور کنکوری، یا اینکه تبلیغات میگیری، یه پیج فانی داری، پیجی داری که ویو بالایی داره، پیج های دیگر رو تبلیغ میکنه. در هر صورت باید تعداد فالوورت بره بالا. هر چقدر تعداد فالوورت بیشتر باشه، وقتی میای محصولت رو معرفی میکنی، افراد بیشتری از اون مطلع میشن و شانس بیشتر فروختن رو هم داری. هر چقدر تعداد فالوورت بره بالا، میتونی رقم تبلیغاتت رو گرونتر کنی. پس اول از همه خواهشی که ازت دارم اینه که به جای اینکه ذهنت رو درگیر فروش کنی، اول فکر کن که چجوری میتونم تعداد فالوور رو ببرم بالا. 2 تا راه وجود داره برای تعداد فالوور رو ببری بالا، همه میدونن. یکی تبلیغاته، یکی دیگه از اکسپلور. آیا میشه از اکسپلور خوب برد بالا؟ توضیح میدم بهتون. اول بریم سراغ تبلیغات. ببینید بچه‌ها، بخواید تبلیغ کنید، باید محتوای پیجتون خوب باشه. یعنی من تبلیغات رو میبینم، میام تو پیجت میبینم چیه این پیج، درب و داغونه، نمیام فالو نمیکنم. اگرم فالو کنم اون فالوور هدفی نیست، فالووری که همه رو فالو میکنن، تو رو هم حالا بینشون فالو کرده. باید محتوات رو خوب کنید تا از تبلیغات خوب بگیرید. الانم اونقدری تبلیغات ساده نیست. شاید الان فالوور 20,000 تومان 30,000 تومان بیفته براتون، چون اینستاگرام که فیلتر شد، بازدید استوری بلاگر اومد پایین، ولی رقم تبلیغاتشون هنوز همونه. یعنی 30 میلیون میدی، 1000 تا فالوور میگیری. حالا بسته به حوزت، اگه مثلا حوزه آموزشی باشی، حوزه فروش باشی، که تعداد فالوور باز این رقم بالاتر میره، شاید تا 50,000 تومان بیفته. حوزه فان باشی، رقم پایینتره. کاری به این چیزا نداریم. اگر میتونی اوایل تبلیغ کنی، به نظرم باز هم، یعنی پولشو داری، بازم تبلیغ نکن، اول رو محتوات کار کن، بتونی از اکسپلور یا تعداد فالوور خوبی بگیری. من امروز این تیشرت رو پوشیدم، این تیشرت معروف که چندین میلیون نفر این رو دیدن، شاید اصلا واسطه آشنایی شما با من همین تیشرت باشه. اولین پست من که ویو میلیونی گرفت و تونست پیج من رو از اون حالت رخوتش بکنه بیاره بالا، با این تیشرت 52,000 تا فالوور گرفتم. پست بعد از این، بلافاصله بعد از این یکی دیگه گذاشتم، 65,000 تا فالوور. ببین دارم اعداد رو چجوری میگم بهت، 52,000 تا فالوور. اصلا ما فالوور رو 10,000 تومان هم حساب کنیم با کمترین رقم تو تبلیغات، میشه چند میلیون؟ حساب کتاب کن، 500 میلیون. اونور مثلا 65,000 تا فالوور، 650 میلیون تومان باید من هزینه میدادم برای تبلیغات حداقل، که میتونستم همچین تعداد فالوور رو بگیرم. پس با اکسپلور خیلی بهتر میتونی بری بالا، خیلی خیلی خفن‌تر. و اینکه من چیکار کردم رو، حالا چون نمیشه تو یک ویدیو خلاصه گفت، اومدم تو 15 جلسه کامل توضیح دادم یه دوره‌ای به اسم 10,000 فالوور از اکسپلور، و نتیجه‌های خیلی خوبی هم داشته. یکی از بچه‌ها، من چند روز پیش باهاش تماس گرفتم، گفت من
2 تا پست گذاشتم، یکیش 10,000 تا فالوور برای من آورد، یکیش 8,000 تا فالوور. یه فرمولی رو گفتم این فرمول رو اجرا کنید، پستتون میره تو اکسپلور و وقتی رفت تو اکسپلور از اونجا میتونید فالوور خوبی جذب کنید. البته گفتم که چه کارهایی انجام بدید، چه کال تو اکشن هایی بدید که فالوور بهتر جذب بشه و مشابه این دوره رو ندیدم. حالا کاری به این نداریم، اگه خواستید دوره 10,000 فالوور رو ثبت نام کنید، آیدی شخصی تلگرامم رو براتون تو دیسکریپشن میذارم، پیام بدید، با هم دیگه صحبت می‌کنم ببینم مثلا این دوره به درتون میخوره یا نه. بریم سراغ سوالمون. گفتم که ما چند وقت کار کنیم، چه مدت زمان کار کنیم که توی اینستاگرام به درآمد برسیم. ببین شاید کمتر از 1 ماه باشه، اینقدر اگر خوب کار کنی میتونی سریع به درآمد برسی. چی لازم داری؟ فالوور رو میتونی از اکسپلور بگیری. اولین پستت میتونه به اکسپلور. برو هایلایت نتایج اینستا مستر منو ببین، تو پیجم وارد شو، هایلایت نتایج اینستا مستر. اونجا همون اولین استوری که گذاشتم، یکی از بچه‌هایی که از دانشجومون با اولین پستی که گذاشته، یعنی پیجش امروز تأسیس کرده، اولین پستش رو گذاشته، 3 میلیون ویو خورده، تقریبا 3,500 ویو خورده. یه همچین رقم ویوی داشته، پس میشه اولین پست ویو خوبی گرفت. وقتی 3 میلیون ویو خورده، بگید 2% اونها هم فالوت کنن، یه تعداد فالوور خوبی جذب کردی، 70,000 تا جذب کردی، تموم شده رفت. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا به این 70,000 تا خودت رو معرفی کن، خودت رو بشناسون، یک کاری بکن که بهت اعتماد کنن. سر ماه میتونی کمپین برگزار کنی و اتفاقی که برات میفته اینه که فروش خوبی هم تجربه میکنی. پس کار کردن تو اینستاگرام رو اونقدری سخت نکنید. اگه حرفه‌ای کار کنی، خوب شروع کنی، تو کمتر از 1 ماه میتونی به درآمدی برسی که شاید اگه بری توی شرکتی باید کلی مدرک و کلی رزومه داشته باشی تا بخوای به اون درآمد برسی. خلاصه ماجرا این بود، فکرتون رو از روی فروش بردارید، فعلا فقط تمرکز کنید روی افزایش فالوور. اگر تعداد فالوورتون بیاد بالا، قطعا فروش خوبی رو هم تجربه میکنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.